مسئله زد و خوردی بین تاجیک‌ها و قرقیز‌ها را صحبت داشتین، ای حادثه‌هاش، ای بعضی نوارهای ساخته و جدیش. اما در مسئله قربانیایی که 18 نفر با گفته رسانه‌های بگیم که دولتی نیستن، غیر دولتی، دولتی در اینجا خاموش است. صورت نمونه برادرها، صورت نمونه چی نیست. برادر قربان شدگان همه را شوندگان، اون نفره که 18 نفره همه عکس چیشون نموشون. بله، سرباز هم بود، افسر هم بود، شهروند عادی هم بود، جانشون برای وطن دادن، از بین رفتن، در دنیا دیگر نیستن. او از نگاه ما همچون یک قهرمانی ملیش میگین، قهرمانی مرد بومی وطنش حساب میکنین، چیش حساب میکنید. باید که اونها تا روزی که مثلا فرزند دارن یا که زن دارن در دنیا داشتن، همونا را از طرف حکومت یا که از طرف رژیم باید که به خونه اونو کمک کرده شود. یعنی قدردانی باید بشون اونو، نه اینکه یک قبچه آردش برای یک لیتر روغن 3 کیلو شکر و همون قطعی بگه که این بچه قهرمان مرد، تمام دیگه. او خیلی نباید بشه. باید ما یارا پیگیری کنیم. یعنی اگر روزی باشه از همون خش نزدیکای همون فوتیدگان، همون شهدا، باید اینجا براین با ما بگن که با ما نه، با مردم در عموم بگن که از طرف حکومت برای اوها چی کمک اومد و امروز نه همدردیش کردن، نکردنش همدردی. امام علی باید که همدردی بیان میکرد. زپرلو میدونه در جنگ درومه نتونست، همدردی بیان کردن میتونست. اقلا دروغ یا سخنگو داره که یک بز فتح شریف زاده، اون هم میتونست که یک نوشتن بده روی قلم که همدردی بیان کرد. این کار هم نکردن. نه سروزیرش همدردی بیان نکرد، نه وزیر داخلش، نه وزیر خارجش، نه وزیر مدافعش همدردی بیان نکردن. این مردم برای چه خجالت میرا قربان میکنن؟ برای شما میبرین برای دلبرداریتون، برای یک فریب خوب پوشیدن باید همدردی بیان میکردن. باید خش تبارشون میبود، خش تبارشون اگر باشه اونجا برای بگه که از طرف حکومت چی کمک گرفتن هم بود. فرزنداتون یا که بعضی در شوهرت بود، بعضی در پدرت بود از دنیا گذشت به خاطر مرز بومی وطن، تا اینکه دشمن نیا دیگرها در صلح و ثبات زندگی کن آرام. اگه جانب حکومت برای شما چقدر دونشید؟ شما باید دعوا کنید، در مردم بگین که شما را هیچ کمک نکرد، یا که برعکس کرده باشه. میگن که اینا در خونه ما اومدن، اینا مال چی باشه، کلا میگن چی میگن، خروکا شوکا آوردن دادن و نامنویس کردن که هر ماه از طرف حکومت از بودجه دولت جدا کرده میشود برای نمی فرزندش، شاید صنف یک میرود یا نمیدونم مکتب شاید نمیخونه، هر ماه باید که برای او سوم جدا کرده شود. اینا باید ما جدی بخپیم. خیلی باید گفتن نه، اینا بار باید تکرار کنیم که رژیم باید یورا کمک کنه تا وقتی که کودک باشن تا 18 ساله یا که نمیدونم به شوهر باشن تا شوهر کردنشون زنو را باید از طرف بودجه دولت هر ماه نفقه یا که همون مبلغ معین باید جدا شود برای یا جان دادن با اون که برای همه مردم، برای همه مردمی تاجیکستان، چی جا قرقیز بود، روس بود، ازبک بود، تاجیک بود، قلاق بود، هر ملتی نبود در تاجیکستان یا جان دادن و امیدم داشتن که ما جان میتیم تا دیگران خوب زندگی کنن. شما ببینید نمردین، رژیم وزیرا شما نمردین، او مردن، شما زنده ماندین. اگه شما کمک کنین ورا، شما برای چی؟ شما باید ورا کمک کنین و جانشون دادن تا شما زنده باشین. برای همین از هموطنایی که تماشا دارین، از همین نفرایی که از دنیا گذشتن 18 نفر جا نامشون برآوردن و شما اینا صلاح الدین گداوی 28 ساله، خب از خوالینگ بود، از جای تاجیکستان، از یک منطقه نیستن که ما بگیم از منطقه ما نیست، ما نمیشناسیم چون از خوالینگ، اسفراز، ترسونزاده، باباجان غفور، دشنبه فرخور و دیگر جاها نامشون این هست. همین را خش تبارشون شما نترسین، شما قهرمان ای دنیا دادین، شما یک عزیز، یک بگیم که نزدیکتون ای دنیا دادین، شما باید فخر کرده بگیم میگه که بچه امکی ما دست دادم یا که دادر ما اینجا قربان شد یا پدر ما اینجا قربان شد، اینا ما بود ای پشت همویم یا که ما میبرم گپ میزنم. ببرایم بگیم که در همین کمک حادثه زد و خورد که جانشون از دست دادن
از طرف حکومت برای شما چی کمک اومد همین باید همه بدونن یا باید کمک میکردن و تا روزی که با میگم هستن اویلشون یا اینکه همون کودکشون باید از طرف حکومت کمک رسونده شود برای اونها. خب سلامت باشین. در اطراف گفتیم برادر از طرف چند دقیقه صحبت کنید یا خیلی به قدری که بگیم نادیده گرفتن در کار نیست. این ما زنده ایم نکوای دنیا گذاشتن خدا رحمتشون کنه. بله من طرفدار اون هم هستم که گویم که ما همه در یگان واتساپ یا که در یگان کانال که سایتی که فیسبوک مسنج یگان چیز باید ما آماده میکردیم از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکردیم که هر یک انسانی که در اونجا وفات میکنه شما خیش تبارش هست باشین تو که صورت شه بگیم فامیل نام شه و در کجا سال تولد شه و در کجا وفات همین صحیفه همون هست دیگه مردم خیلی میشناسن و شما را میتونن در صحیفه همون اگر که در اینجا میترسین نمیتونن گفته در صحیفه های ما هر کسی در اعتقاد داره صحبت کنین برسونه که در همین حادثه از طرف حکومت برای شما چه معامله شید